ببینم با نامادریتون آشنا شدی؟ اون زنی که با خودش آورده بود؟ مامان بابا تنها اومده بود، کسی همراهش نبود. کجا میمونه؟ تو هتل میمونه. یعنی تنهاست؟ آره تنهاست. خوبه، میتونه یکم فکر کنه مگه نه؟ بعدش میتونیم با هم حرف بزنیم. برای چی ازش پنهون میکنی؟ اون با پررویی گفت که عاشق شده. مگه میشه بابا یه آدم عاشق بشه؟ دافنه ساکت باش، الان مامان میشنوه. میبینی که حالش خوب نیست. اسم اینجا رو شنیده بودم. بستنیش خیلی خوشمزه است. شبتون بخیر، خوش اومدین. خسته نباشی. ممنون، خوش اومدین. متشکرم. من شکلاتی و وانیلی میخورم. حتما خانم. منم همونو میخوام. راستش ما یکی هم میخوایم ببریم. چشم خانم، چه طعمی باشه؟ لیمویی. توت فرنگی. توت فرنگی لیمویی. باشه چشم. مشکلی که پیش نیومده. ایلول حالش خوبه دیگه؟ نمیدونم، چیزی نمیگه. میدونی که کار بزرگی میکنی نه؟ کار تو میگم. خیلی برام محترمی. کار سختی نیست؟ چرا سخته؟ ولی من آخر روز میرم خونه. برای اونا همه چی سخت‌تره. مثل قنچه های زخمی هستن که حتی هوای شکفتنم ندارن. چشمشون همیشه غمگین و پر از اشکه. البته خیلی هم کوچیکن، یعنی هنوز بچن. نمیخوام سرتو درد بیارم، چون وقتی بحث بچه ها پیش میاد نمیتونم ساکت بشم. خب ساکت نشو، تعریف کن. واقعا؟ آره. خب چون نامزدم همیشه حوصله‌اش سر میرفت. از اینکه مدام در موردش صحبت میکردم خوشش نمیومد. چون نامزدت احمق بود. آره. ولی خانمای زیبا و عاقلی مثل تو همیشه این اشتباهو میکنن. هر جای یه بیشور هست میرن سراغش. ممنون داداش. خواهش میکنم نوش جان. خسته نباشی. ممنون. شب بخیر. ناراحت که نشدی؟ ها؟ از حرفم؟ نه بابا.
صدا در نیاد. چی شد؟ نمیدونم، فکر کنم بنزینش تموم شد. یعنی چی؟ یعنی چی بنزین تموم شد؟ باید زود برم خونه. آدم قبل از حرکت اول بنزین رو چک میکنه بعد میره بیرون. فریده، وسط بیابون که نیستیم، همش 5 دقیقه تا خونه راهه. دختر بیچاره خونه تنهاست. چی داری میگی؟ چی کار کنم؟ تموم شد دیگه. نمیتونم بطری بنزین با خودم بیارم که. باید بیاری. وقتی به بقیه مردا میگی بیشعور، پس میتونی بنزینم با خودت بیاری. زنا دوست دارن اعتماد کنن، خوششون نمیاد اینطوری وسط راه بمونن. چطوری تونستی اینا رو به هم ربط بدی؟ دیگه تا آخر عمر تو رو با موتور هیچ جا نمیبرم. منم تا آخر عمرم سوار موتورت نمیشم، نگران نباش. از اینکه به نامزد توهین کردم ناراحت شدی نه؟ چه ربطی داره؟ آره چه ربطی داره. آره ناراحت شدم. هیچکی مثل تو در مورد دیگران اینطوری قضاوت نمیکنه. شاید جز خصوصیاتته اینکه همش مزخرف بگی. شایدم واسه همینه که تنها موندی ها؟ ببخشید، فکر کنم زیاده روی کردم. از اینکه آدم رکی هستم ناراحت نیستم. برعکس، خیلی از خانم‌ها همچین رفتاری رو دوست دارن. مزخرف. الان دستم از روی دهنت بر میدارم. تو هم به من میگی که طلاها رو کجا گذاشتی. فهمیدی؟ سعی نکن داد بزنی. چالشون کردی کجا؟ تو حیاط پانسیون.